من سوال میدهم لیکن جواب نمیگیرم. این بار چهارم است که نوشته روان میکنم ولی جوابش را نمیشنوم. میخوانیم سوال این برادر. السلام علیکم داملای عزیز. بعد سلام ما یک چند سوال را پیشکشتان کردنیم. دوم، پیشتر هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را به برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده با زنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشود که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همو را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همو برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگمان بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همو فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد درست است. یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند. برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گویم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندن ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پپیراس میکشد. بارها زاری و تولا کردیم که پپیراس را نکشید، باز میکشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از توگرک. یعنی البته اون کسلی های روحی که وجود دارند، اونها در این نماز جماعت اشتراک کردن نمیتونند، به خاطری که اونها که جن دارند، یکی از ضربه های سخت‌ترین به سر جن ها این نماز با جماعت است. اگر کدام ما و شما پایبندی نماز با جماعت باشیم، هیچ وقت ما و شما کسل روحی نمیشویم. یکی از ضربه های وزبینه که به سر جن ها می آید، این چی است؟ انا همین نماز با جماعت، حضور در نماز با جماعت است. و این خاطر این 1 بار یا 2 بار آمد، دیگر جن ها ایرا نمیمانند که این در نماز جمعه اشتراک کند. فقط اینا می توانند این برادرهایی که اینجا حاضر مولانا مشهور آدم است در خواندن گویم علیه جن ها، اینجا با یک قسم برادرهای دیگر هم وجود دارند که علیه جن ها میخوانند. شما مراجعت کنین، ان شاء الله من برای شما اینها را توصیه میدهم. خدا خواسته باشد شفا را البته و این فرزندی تو باشد، برادری تو باشد، خدا نصیب میکند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. خدا زبان شما را باز هم شیرین‌تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم، دیگر آمدن نمیتوانم. ایرا یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است. ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم، شاید که به گوش ویم رسد. از راه دور آمدم، دیگر آمدن نمیتوانم. من مادر 6 فرزند، با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری، من که از شما راضی نیستم، شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلص دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعی کلخازی لیلین.
این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد اینقدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد، من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی. حبیب خدا در حدیثای مبارک میفرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین، میتوانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم میکند، پیش از شوهر از این دنیا میگذرد، ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا میگوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی هست، به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطری که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت، هر دری. ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین، هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد. هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را با برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده بازنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشد که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همون را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همون برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگه من بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همون فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد. درست است، یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند. برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گویم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندن ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پاپیراس می کشد. بارها زاری و تولا کردیم که پاپیراس را نکشید، باز می کشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از